ساتور تورسون قصه سنگ در بغل به طوفان. درود شنونده های عزیز، به توجه شما قصه سنگ در بغل به طوفان از نویسنده خلقی تاجیکستان ساتور تورسون از سلسله خوانش بدیعی. آغاز گفتار سیوم. باد در بیرون همچنان از دم خود نگشته، ناله و صفیرش، نفس خنکش از روزن سقف بر راه‌های در زده می درآمدند. با وجود این کلبه گرم بود. سگ در پایگاه یقین می آسود که سرفه‌اش دیگر به گوش رشاد نمی رسید. وقت بسیار سست می گذشت. هیزم بورس تا آخر سوخته اکنون در آتشدان تنها لخچه ها می درخشیدند. اگرچه نه یک بار و دو بار پهلو گشت، خوابش هیچ نآمده، رشاد نهایت بی‌طاقت شد. باز از جای خیست، با چی خیالی به پایش بی پیتابه موقیانی کشید. پوستینش را نیز بی نیمتنه از بالای کرته پوشیده، تلپک را به سر مانده از در برآمد و آن را تا که سگ خنک نخورد از پشتش محکم کرده، چشم به جانب قره مدتی در پیش کلبه ایستاد. برف گرد و اطراف در این غایت شب تیره میتافت. طوفان همان تندی داشت. رشاد 4-5 دقیقه سراپا گوش و هوش گردیده، ولی بغیر از غریو باد دیگر صدای را نشنیده، از رم خاطرش جمع گشته به کلبه درآمد. باز پوستین و موقیانش را کشید. تلپکش را هم از سر گرفت. به آتشدان کمی شبه و 3-4 هیزمی بورس گذاشت و تا دمی که گلخن زبانه نزد در مابین کلبه به حرکت ایستاد. سپس از پله خورجین یک شیشه را بیرون آورده از نو در جایش نشست. فانوس را کشت. دهانش نکشاده پوری عرق بود شیشه. وی آن را اول تاب داده در پرتوی آتش قدری معاینه کرد. سرغوچش را شکند یا خودداری نماید. رشاد اگر در عمرش نوشیده باشد 6-7 مراتبه نوشیدگی است. فقط بسابیر. همین خیل عادت دارد دستیارش. در 2-3 ماه یک دست میگیرد. به طور خرسندی میکند. رشاد البته هر کرت با او شریک نمی شود. بعضا سخنش نشکند گفته کم کم می نوشد و اصلا مزه آن را درست نمی فهمد. همین قدرش را می داند که با وجود تلخی و بدبویی سرخوش می سازد، کس را کیف می دهد. اگرچه میلش نبود، رشاد از درد دلتنگی و بیخوابی قرار داد که هرچی باد آباد می نوشد. لیکن صابر نمی رنجد مگر. و قریب 2 ماه باز به این شیشه کاردار نشده می گشت. آمده بیند که در جایش نیست چی می گوید. نهایت سیر بای ندهد هم خود رشاد چطور به چشم او نگاه می کند. جوان خوب است صابر، ساده، بیکینه، راستقو. در حق کسی هرگز یگان سخنی بد را به زبان نمی آورد. خلاصه چون بعضی ذاتهای کثیف در بغل سنگ یا در تگی کاسهش نیم کاسه ندارد. رشاد دودیله شده شیشه را در پیشش ماند و به این معنی که چی کار کنم؟ فرصتی به آتش چشم دوخته نشست. خیر، توکل نر اندیشه ماده گفتند. به همین نوشیدن غمش رفت می گردیده باشد پس می نوشد. در ظرف 4 سال 1 بار حق صابر را خورد، آسمان آمده به زمین نمی چسبد. و این شب چنان حالتی دارد که اگر خودش را اندرمان نسازد بگذار کمی، اما غضبش را اگر فرو ننشاند گویا تارس می کفد. از شدت درد و الم می میرد، به خاک می رود، نیست و نابود می شود. رشاد دست یازانده کاردش را از غلاف بیرون آورد و به گلبندی آن سرغوچی دهان شیشه را شکسته به کاسه چوبی نیم پیاله بر این عرق ریخت.
دسترخوان را پیشتر کشیده یک پاره گوشت یخنی گرفت. نوشید. رویش ترش. اول پشت دستش را به دهان برده بعد گزه کرد. از بین مدتی نگذشته باز نوشید. وای باز. نهایت سرخوش شده در روی بستر آهسته دراز کشید. نگاهش پیوندی آتشدان. وی باطناً حس می نمود که بجای تسکین یافتن برعکس خیال و خاطره های کهن بیشتر زنده گردیده دلی پرحسرتش را بیرحمانه فشار می دهند. از افتکار او هیچگاه نمی تواند یاد نسرین را از سر برد، چهره گلگونش را فراموش کند. مادامی که این در بدل 9 سال میسر نشد، درد رشاد بشبه لاعلاج است. وگرنه چرا ایستاده از تضییق آزار و علم گویا بنا خواست نفس در گلویش می پیچد. برای چی بند استخوانهایش سوخته نمیداند خود را به کدام گور برد. حالا هم از بین زبانه‌های تیز آتش صورت زیبای نسرین بر علا در پیش نظرش پدید آمده قلب رشاد ریش می گردد. وی دندان به دندان مانده نمی گرید و بس. وقتی که 4 ساله جنگ خانمانسوز تمام شده رحیم اکبر به دیهه برگشت. رشاد اکنون 19 را پر کرده به 20 قدم می گذاشت. نسرین دختری شریفی پیوندگر همسایه دیوار در میان 16 سال داشت. تمامی دیه می دانست وی گهواره بخش است بر رشاد. تا آغاز جنگ قریب روزی نبود که آنها یکدیگر را نبینند. ولی بعد در ظرف 4 سال طولانی او زود به دیدار نسرین زار می شد. زیرا در این مدت همراه رحمتی پدرش که تا جایی در خاطر دارد یک ذیل چوپانی می کرد، شب و روز از پشت رمه کلخاز می گشت. بسیاری از مردینه ها به جنگ رفته تدریجاً در دیه آدمی کارشایم قریب نمی ماند. اما تشویش خواجگی گویا ساعت به ساعت زیاد می شد و کم می. بنابراین رشاد و مثل دیگر بچه های هنوز نارسیده که به جای پدران و برادران خود به کار کلخاز می برآمدند در 15 سالگی به دست تیاق چوپانی گرفت. مضمون و اکنون در برابر قبلگاهش پیوسته در غم رمه گوسفندان بود. با دلالت رئیس و رضایت پدر که حالا هر دو نیز رحمتی‌اند بنا خواست پابند شد رشاد به این کسب دشوار. همان باز وی 10 مرده، همان باز آنچه وی میداند دشت و دمن، میشها و سگان، گرگهای چیلمست و شبهای سرد زمستان. بله، رشاد به فلاکت جنگ نتوانست مکتب را تمام کند. چطوری که آرزو داشت مانند بعضی همسالان خود به یگان شهر کلان خواندنی رفته حتما معلم شده برگردد. بجای در این صحرای مخوف عذاب سگ را به گردن گرفته سالها باز در بند مشقت ماندن، امروز در سینخانه گرم نشسته به کودکان دیه با شوق درس دهد. نه نشد. پروردگار زیاده دانست آرزوهایش را. وی در پیش نسرین حتی قسم خورده بود که جنگ به آخر رسد، به سین و سالش نگاه نکرده باز به مکتب می رود. بعد راه شهر را گرفته در هر حالت با حجت معلمی می آید. بلکه روزی می رسد و خود نسرین هم پدرش را به گپ انداخته، شاید با سری بلند در پایتخت می خواند و صاحبی کسب و کار شده در دیه آبرو و اعتبار می یابد. عموما رشاد او را بسیار دوست می دارد. پس به تمامی هستیش می کوشد که آنها در زندگی خوشبخت باشند. کی واقع گردیده بود این گفت و گذار؟ تا الحال فراموش نکرده است وی. حتی می تواند خردترین جزئیاتش را به خاطر آورد. می تواند رنگ های طبیعت را نیز در کدام ذیلی که همان لحظه ها به جلوه می آمدند در پیش نظر زنده سازد. زیرا آن روز رشاد جرأت نموده در عمرش اولین
و آخرین مراتبه به نسرین گفته بود که دوست می دارد او را. بر رخسار آینوار صافش فی الحال سرخی دویده سرش خم. نسرین نیز گویا در آمد گپ جواب گردانده بود. من هم تو را بعضا فکر می کنم. این را گفته وی به دست رشاد که از شادی در کرته کهنه‌اش نمی گنجید یک روی مالچه ستینی شلشله‌دار قپانده خود را از دم دروازه زود به درون حولی کشید. آن روز رشاد نو از دشت آمده به چی مهمی از خانه‌شان بیرون شد، چون همیشه خیالش به نسرین می رفت. با کدام بهانه و کی می بیند او را؟ 4 سال این جانب احوال به یک رنگ. رشاد اگر به دیدن نسرین رسد کما بیش در 2 ماه می رسد. از این زیاد نه. دیگر وقتش همراه پدر در کوه و صحرا می گذرد، با تشویش گوسفندان کلخاز صرف می گردد. در قید چنین اندیشه و هنوز 10 قدم نمانده بود که در خمگشت کوچه ناگهان به نسرین روبرو آمد. خاله‌اش را بیرون از حولی کمی گسل کرده به دروازه‌شان نزدیک می شد. او رشاد گویا پر و بال برآورده گشتش را تیزان. نسرین بی اختیار توقف نمود، به نظر بالید، گل گل شکفت. یکی از روزهای بهار آخرین سال جنگ بود. آن روز آفتابی تابان به سر دیه بیدریغ نورهای زرین میریخت. آسمان پر وسعت، بلند و نیلابی. از جانب کوه فرهاد هور هور نسیم فارم میوزید. سبزه های لبلبی جویبار قدی کوچه زمردوار چشم میربودند. از درختان سیب که در باغات اطراف همه غرق گل بودند موج زنان رائحه خوش پخش شده به مشام جانفزا می رسید. نسرین قامت خیمچه‌اش در زیر پیرهن سرخی گریبان پرپری از تحت دل تبسم می کرد. دندانهای زیچ و سفیدش قطره باران را می ماندند. چشمان آهویش چنان درخشی داشتند که رشاد قلبی به دیدار نسرین تشنش گاه پست و گاه بلند گوب گوب زده گمان می برد به نگاه گرم و گوارای آنها نمی تواند تاب آرد. به خیال او نه تنها دلش، آوازش، بلکه دست و پایهایش نیز می لرزیدند. نمی دانست از نفس عطربیز بهاران بود یا خود از حضور نسرین. در هر صورت سرش به چرخ آمده گویا مست می شد. رشاد مستغرق می شد و فکر می کرد که در این دنیای روشن نیست کسی از او خوشبختر، ولی بدبخت بوده است. خدای کریم در پیشانه‌اش عمری کور و آب شور نوشته بوده است. رشاد از عمق دل یک آه سرد کشیده باز از جای خیست. با کاسه چوبین باز کمی عرق ریخت، نوشید. این دفعه بیگزک نوشیده در حالتی که رویش ترش می شد لب و دهانش را گویا تر باشند به کف دست پاک کرد و دیگر سر به بالین نمانده چشم به زبانه های آتش دوخت. سیمای نسرین همچنان در پیش رویش بود. از مغز گلخنی شکوفان حالا به وی راست نگریسته خوش و خرسند می خندید نسرین. دندانهای پیوسته‌اش صدفوار به جلو آمده دل و جگری رشاد را غرقاب خون می کردند و او سرش وزنین از آن که بدون خواهش صورت نسرین را می بیند بدتر در غضب می شد. لب می گزید، باطناً پیچ و تاب می خورد. بله، شوربخت بوده است رشاد. اگر نه از روزی که عقلش را می شناسد به گهواره بخش خود
به همین نسرین دختری شریف پیوندگر زیاده مهر بسته. بعضی شب‌های دراز تا صبح در جاگهش تپیده، من بعد حیاتش را، حتی هر یک نبض دل و هر نفس جانش را از او وابسته دانسته، عاقبت احمق نمیشد. 2 دست در بینی مانده 9 سال باز اینقدر عذاب علیم نمی کشید. اگر واقعا هم طالعش بد نمی بود، اولا شریف پیوندگر از نیتش نمی گشت. زنش نیز دوگانه ایام جوانی مادری رشاد نخستین سببگار گهواره بخش آنها. مردکم را به سر انصاف آوردن نتوانستم گفته راست و دروغ تأسف نمیخورد. ثانیاً دلش اگر رشاد را بسیار میخواست، برغم پدر و مادر، خود نسرین هم به آن ازدواج راضی نمیشد. میشورید، ناترسانه عصیان میکرد. خلاصه بعدی که رحیم اکبر به یک دیدن شفته جمال دختر گردیده، 2 کرد به خانه شریف پیوندگر آدم مانده، در نهایت کار توی عروسی برپا نمود. پر و بال رشاد گویا به تمام شکست. یک بار دمدوز، آدم گریز و افتاده روح شده، سال اول تا دمی که رحمتی پدرش احتمال در غم پسر ناگهان از پای افتیده، 3-4 ساعت پس در همین دشت وفات نکرد و عموماً به دیه نمی رفت. اما در خانه دل پیوسته حس انتقام پروریده، زود به خود می گفت که روزی می رسد و یکی از آنها را، بلکه هر دویش را نیز حتما از دم تیغ می گذراند. نسرین را اگر پیش آید برای بیوفایی، برای مال و منال رحیم اکبر را از عشق پاک او مقدم دانستن، شوهرش را خیر، عیان است گناه آن گرگ بی‌شفقت. روز بر این روشن است. و ای کاری کرد که مردم در این مضافات ندیدند، نشنیدند. هرچند میدانست ایمان و انصاف را زیر پا گرفته و گهواره بخش رشاد آدم ماند. پدر و مادر او را به گپ انداخت، توی تماشا داد. ذره شرم نداشت. حتی نه اندیشید که با چنین رفتار خود یک جوان کمبغل را سخت نمی آزارد مگر؟ آیا به قلبی بیغش وی روی راست گویا کارت نمی زند؟ نهایت از غضب خدا نمی ترسد؟ نه، در این خصوص فکر نکرد رحیم اکبر. دولتش که هست، حتی پروردگار را نیز جانبدار خود شناخت. عنعنه و رسم و رسوم بابایان را پشت پا زده، بیچاره رشاد را یکسان زمین ساخت. بالای سخت نمکا روزی تویش به خانه آنها دسترخوان هم فرستاد، بانان و آش به شیرینی. چرا؟ یقین باز یک بار حقارت کردن میخواست لعین. دیگر مقصد نداشت. اینک وی رشاد عمرش در دشت و صحرا گذشته، با وجود عبور سالها نمیتواند از بار درد و الم رها گردد. اگرچه پس از وفات پدر به 2 روزه بودن دنیا بیش از بیش باور کرده، نیت قصاص را آهسته آهسته در دلش فرو نشاند. قدرتی ندارد که خاری و زلالت خود را هم به دست فراموشی دهد. خنده های شیرین و چهره گلگون نسرین را نیز نمیتواند از آینه خیالش دور اندازد. سگ بی‌ضابطه شده جنبید، نالش کرد و پس از فرصت یقین از نو به خواب رفت که دیگر آواز نبرآورد. رشاد باز به کاسه عرق ریخت، اما ننوشید. سرش قدر چرخ میزد، یا به نظرش چنین مینمود. به هر حال روحیه‌اش تغییر یافته، دلش کم کم به حضور میشد. پس از آن که نسرین شوهر کرد،
رشاد تنها یک مرتبه به وی تصادفاً روبرو آمد. با کدام تشویش خود به دیه رفته او شتابان از کوچه می گذشت. نسرین نخستین کودکش در سر دست تخمین از خانه پدرش بر می گشت. همچنان خوشقد و قامت و زیبا بود، حتی بیشتر شکوفان می نمود. چشمانش بیغم، روشن، گرا، گویا با تمامی هستیش بخت و سعادت را می ماند. رشاد به وی اقلا سلام داده نتوانست. نسرین نیز سخنی به زبان نآورد و آنها فقط نگاهشان لحظه به هم گره خورده هر کدام با راه خود رفتند. تا به این روز دیگر او را ندیده است رشاد. میگویند که 2 پسر و 1 دختر دارد. از زندگیش راضی. واقعا بزن مردم باز چه لازم؟ خانه و درش آباد باشد کفایت. از افتکار حیات براستی چیزی دیگر است. کمی در کم سازش می کند وی با محبت. کی می داند؟ به تلواسه عشق، به اضطراب دل، احتمال عمر انسان خوشتر گذرد. شاید از حد زیاد به کسی مهر ماندن حقیقتا همچنین است. شاید این گونه درد سوزان عقل را در واقع تیره ساخته روزگار آدم را زهراگین و بی‌معنی گرداند. وگرنه برای چی رشاد 9 سال باز آرام و قرار ندارد؟ پیوسته غم می‌خورد. بعضن از شدت فکر و خیال قریب تارس کفیده، به نظرش از تضییق غصه دیگر رهایی نیافته می‌خواهد به جان جوان خود قصد کند، از همه دمغصه دنیا یک بار خلاص شود. ولی تدریجاً سر به دامان اندیشه کشیده شیطان را هی می‌زند و اگر به هلاکت رسد بیچاره مادرش چطور روز می‌گذراند؟ کی پشت و پناه می‌گردد به او؟ پیر است والدش، رنجور است، خویش و تبار زیاد هم ندارد، تنهاست به یک حساب. از این رو بگذار رشاد در زیر سنگ آسیا باشد، اما در هر حالت نباید غم مادرش را فراموش کند. باد هیچ آرام نگرفته دم به دم در می‌کوفت. نفسی سردش از راه‌های آن سرخلانده علنگه گلخن را گاه ها بالا پیش می آورد. با وجود این کلبه گرم بود. 4-5 دقیقه با سگ در جای خود از نو جنب و جل نموده پست پست می نالید، سرفه می کرد. رشاد که از تأثیر عرق بود مگر دلش بناخواست نرم می شد. به عذاب وی دیگر تاب آورده نتوانسته وزنین برخاست. میدانم بیباک دردت سخت. پای صاحبش را بوی کشید. رشاد دیکک نشست. تو سگ خوبی، برای همین عذاب میکشی. جانور سر بر روی دستان خود گذاشته آهسته نالید. به مثل آدمان خوب که در این دنیای بی‌وفا زیادتر از دیگران رنج میبرند. رشاد چی میگوید سگ البته نمیفهمید، ولی از آواز او بیشک آهنگ ترحم و نوازش را حس می‌نمود. بسیار غم نخور بیباک، اصلا تنی گرم بی درد نمی شود. رشاد دست یازانده جانور را سیله کرد، پشت گوشهایش را خارید. گفته بودم که خدا خواهد شفا می‌یابی. وی سری پا یک کلویده موازنت را به زور نگاه داشت. بله، هیچ ممکن نیست که شفا نیابی. غمگین بود سگ. چشمان آبروش را از اون نکنده همان می نالید و کنده کنده نفس می گرفت. حالا مهمش خنک نخوردن. رشاد جانور را از تکی توشش آهسته برداشت. برخیز، در پیش علو خواب میکنید، آنجا خیلی گرمتر. بخیز. سگ با همای او بپا شد. نه همین طرف بیباک، آفرین. رشاد وی را برده با مهر در نزد آتشدان خواباند و خودش در مابین از روبروی جانور در بالای پوستک نشست.
از شب یک پاس دیگر می‌گذشت. سگ چنان که نهایت آرام یافته باشد اکنون قریب آواز نمی برآورد. رشاد زانوانش را به آغوش گرفت و چشم به زبانهای حالا پست آتش دوخته مدتی به خیال رفت. پس گویا بی اختیار کاسه را برداشته عرقش را تا آخر نوشید. لب و دهانش را به پشت دست پا کرد و یک بار گریسته اشک سوزان ششقطار از بالای گلخن به سگی بیمار نگریست. اینک آسوده نفس میکشید جانور. به نظر حتی در خواب راحت بود و رشاد در حالتی که کتفانی به قوتش میلرزیدند، قلبی چندین سال باز بی جراحتش ناله کرده خود را در بین زمین و آسمان کاملا تنها میپنداشت. مله را اگر به حساب نگیریم فقط تویی بیباک، تویی همدمی من، ولی صد افسوس که رنجوری. راستش را گویم دیگر به گمان است شفا یافتند. من آخر به دو چشمی سر میبینم، در مغز جان حس میکنم زور است عذابت. معلوم که خدای کریم حتی تو را هم به من زیاده دانست. چه علاج بیباک؟ کار دنیا از روز ازل حقه‌بازی بوده است. بنابراین من حالا به تقدیر تن دادم. گویا تن دادم و باز غم میخورم، اصلا فراغت ندارم، چون که عقلم هرچی گوید دلم بر ضد آن عصیان میکند. در قفس سینه‌ام نگنجیده مینالد های های میگیرید. از افتکار بیباک سخت بیمار شدم. من در بندی جنونم، خوردم زهر است، پوشیدم کفن. نه بهار میفاردم نه زمستان، نه به گل می نگرم نه به خار. فقط مردن میخواهم و بس. مادامی که این طور است پس چندان صحت نیستم من، وگرنه چی دشواری داشت یادی آن بی وفا را از دل کنده پرتافتن؟ هیچ. یعنی که بی شبه یک آدمی بیمار من، مبتلا من، نه تنها تو بلکه من هم درد میکشم بیباک. سالها این جانب درد کشیده درون سوخته خاکستر میشوم. بعضا فکر میکنم که بغیر از قالبی خالی دیگر چیزی نمانده است از من. کی میداند؟ شاید احوال من از تو 100 بار بدتر باشد. خلاصه به کس وفا ندارد این دنیای بقلمان. پس حالا خواب را بیباک. من به تو خلل نمیرسانم، من هم خواب میکنم. یادآور می‌شویم که شما قصه سنگ در بغل به طوفان نویسنده خلقی تاجیکستان ستار تورسون را از سلسله خوانش بدیعی شنیدید. انجام گفتار سیوم، راوی قربانی صابر، کاری کارگردانی شیرعلی نغزلی.